اون چه به نظر بنده مهمه این است که ما بتوانیم جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم. ما به این احتیاج داریم، به شدت هم محتاجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة. تلاوت آیات رو تلاوت بکن. نتیجه تلاوت آیات چی میشه؟ و یزکیهم. این آیات رو که تلاوت میکنه، این آیات موجب تزکیه است. تزکیه یعنی چه؟ یعنی شفای روح و دل. و یعلمهم کتاب رو به اونها تعلیم میده. کتاب یعنی قواره کلی زندگی فردی و اجتماعی. و یعلمهم الکتاب و الحکمة. حکمت چیه؟ معارف، شناختهای حقایق عالم وجود رو انسان بشناسه. کتاب، تلاوت کتاب اینا رو به ما یاد میده. کار تلاوت کار پیامبرانه است. تلاوت قرآن اینقدر اهمیت داره. اینی که بتوانید شما مفاهیم قرآنی رو تبدیل کنید به مسلمات فکری آحاد مردم. مفاهیم قرآنی، هزاران عنوان و سرفصل مهم در قرآن وجود داره. برای جامعه جا میفته که باید قیام به قسط کرد، باید ذکر خدا کرد، ذکر اذکروا الله کثیرا. باید خذ العفو، در بین برادران عفو کرد. باید فلیقاتل فی سبیل الله. باید بقیه مفاهیمی که در قرآن وجود داره.